سلام. توی این ویدیو یه سری نکته بهتون میگم که به نظر من خیلی به درد تازه کارا میخوره، کسانی که اینجا تازه کانال زدن و معمولا توی این نکاتی که میخوام بگم اشتباه زیاد مرتکب میشه. همین باعث میشه که نتونن رشد خوبی رو تجربه بکنن و بازدید و سابسکرایبر مناسب به دست نیارن. خب قبل از اینکه بریم سراغ بحثمون، اول سال نو رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم سال خیلی خوبی و پیش رو داشته باشید و هر هدفی رو همین اول سال تصمیم گرفتید و تو برنامه‌تون آوردید بتونید تا آخر سال بهش برسید و سالی سرشار از سلامتی و موفقیت براتون باشه، مخصوصا موفقیت رو همین یوتیوب. و امیدوارم سال بعد اول سال که میخوام ویدیو جدید بذارم توی کانال، همین بچه که الان دارن این ویدیو رو میبینن تا اون موقع کانالشون به مرز مانتایز رسیده باشه، یا اگر مانتایز همین الان هستن بتونن موفقیت بزرگتری رو تجربه بکنن. خب بریم سراغ بحثمون. این ویدیو رو برای این ضبط کردم که خب در جریان هستید من یه 3-4 ماهی هستش به بچه‌ها مشاوره یوتیوب میدم و خب به صدها نفر مشاوره دادم توی 3-4 ماه گذشته و این چیزایی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم چیزایی هستش که اغلب بچه‌ها باهاش مشکل دارن. من تصمیم گرفتم که اینا رو بکنم یه سری ویدیو که این خب حالا اولیش میشه و یه سری نکات رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. دونستنش کمک میکنه که شما بتونید نتیجه بهتری روی این پلتفرم بگیری. خب قبل از اینکه بریم سراغ بحثمون اجازه بدید اول اسپانسر رو معرفی بکنم، بعد از اون میریم و این موارد رو دونه دونه براتون توضیح میدم. اسپانسر این برنامه رسپیناست. رسپینا بزرگترین و معتبرترین شرکت ارائه دهنده پهنه‌باند اختصاصی برای شرکت‌ها و اشخاص به ویژه استریمرها و یوتیوبرها. رسپینا با داشتن 20460 وبسایت تو سراسر کشور بهترین پوشش رادیویی رو داره و با مانیتورینگ 24 ساعته که انجام میدن میتونن خدمات پس از فروش خیلی خوبی در اختیارتون قرار بدن. اگر دنبال اینترنتی هستید که سرعت دانلود خوبی داشته باشه و آپلود پرسرعت و پایداری در اختیارتون قرار بده برای فعالیت کردن توی توییچ و یا داخل یوتیوب، بهتون پیشنهاد میکنم از سرویس پوینت تو پوینت رسپینا استفاده بکنید که لینکش این زیر براتون قرار میدم. خب اولین چیزی که میبینم بچه‌ها براش مشکل دارن انتخاب موضوع هستش. حالا این انتخاب موضوع میتونه برای کانال باشه یا برای یک ویدیو داخل کانال باشه. من برای این قضیه محتوا دارم، ویدیو ضبط کردم که حالا لینکش این زیر براتون توی توضیحات زیر ویدیو میذارم برای انتخاب موضوع برای کانال و همینطور برای انتخاب موضوع برای یک ویدیو هم اون رو هم براش ویدیو دارم داخل کانال که حالا در ادامه توی موارد دیگه براتون توضیح میدم که اگه دوست داشتید برید ویدیوشو ببینید. ببینید مهمترین چیز توی یوتیوب داشتن موضوع خوبه. اگر شما تامنیل بد داشته باشی، تیترتو خیلی خوب ننویسی ولی موضوع خیلی خوبی انتخاب کرده باشی، به احتمال زیاد میتونی بازدید خیلی خوبی هم تجربه بکنی. قطعا برات این قضیه پیش اومده. بعضیا رو میبینی که یه کانالی دارن هیچ کدوم از نکاتی که من اینجا میگم رو اکثرا رعایت نکردن ولی میتونن بازدید خیلی خوبی هم به دست بیارن. یکی از دلایلش میتونه این باشه انتخاب موضوعشون موضوع خوبی بوده، یعنی دست گذاشتن روی موضوعی که اونجا کسی ویدیو زیاد ضبط نکرده و الان دارن برای اون موضوع ویدیو ضبط میکنن. هر چقدر موضوعی که شما انتخاب میکنید مخاطبش کمتر باشه طبیعتا بازدید کمتری هم به دست میارید. بعضی از بچه‌ها میرن موضوعات بسیار خاصی رو انتخاب میکنن که در حال حاضر مخاطب آنچنانی براش روی یوتیوب وجود نداره. من از بچه‌ها خواستم اگر میخواید این کارو بکنید حتما برید داخل خود یوتیوب سرچ بکنید، اون بالای گزینه فیلتر داره، اون رو بذارید روی ویو کاونت و نگاه بکنید که اون موضوعی که مد نظر شماست کسی براش ویدیو ضبط کرده یا نه که به احتمال زیاد ضبط کردن و اگر ویدیو ضبط کردن حدود بازدیدش چقدره. یه اشتباهی که خیلی انجام میدن اینه که میرن میبینن یه کانالی هست یا یه ویدیویی هست بازدید 2-3 میلیونی داشته، میگن خب این موضوع محبوبه دیگه، خب همین رو انتخاب میکنیم برای همین ویدیو ضبط میکنیم. چیزی که باید بهش دقت بکنید اینه که این بازدید رو تو چه بازه زمانی به دست آورده. مهم اینه که این بازدید مال 1 سال قبل باشه. خیلی از بچه‌ها ویدیو نشون من میدن میگن این موضوع خوبیه، طرف تو 7 سال تونسته 1 میلیون بازدید براش بگیره. آقا ما نمیدونیم از 7 سال پیش تا الان چه اتفاقاتی افتاده که باعث شده این ویدیو بازدیدش میلیونی بشه. مثلا کانال خود من و خیلی از بچهای دیگه تو دوران کرونا رشد خیلی بالا و بازدیدای خیلی بالا به دست آوردن. خب اون موقع شرایط خاص بود، همه تو خونه بودن، قرنطینه بودن، جایی نمیرفتن. همین ایام عید الان 2 سال بازدید افت میکنه ولی تو ایام کرونا اتفاقا تو عید بازدید 2-3 برابر شد چون کسی جایی نداشت بره. به همین خاطر ملاک اینه که تو 1 سال قبل بازدید اون ویدیو چقدر بوده. نرید ویدیوی پیدا بکنید که از 7 سال پیش بازدید گرفته بگید این موضوع خوبیه و من باید روی این قضیه مانور بدم. جدا از اون هر موضوعی که انتخاب میکنید باید صبرتون توی یوتیوب زیاد باشه. خیلی از بچه‌ها رو میبینم کلا 2 ماه 3 ماه دارن ویدیو میذارن، بعد با ما مشاوره میگیرن میگن که کانال من مرده، کانال من شادو بند شده، پس چرا من بازدید نمیگیرم؟ برام کانالمو پاک کنم یه کانال جدید بزنم؟ نه، خیلی طول میکشه. برای خود من 11.5 ماه طول کشید، برای بعضی از بچه‌ها 15 ماه طول کشیده. خیلی ها دیدیم که تو 3-4 ماه تونستن موفق بشن ولی برای اون افراد این تایم طولانی تره. اگر تو این فضا میاد باید صبرتون بیشتر باشه. اگر کانال آموزشی دارید سعی کنید رو موضوعات پایه بیشتر تمرکز بکنید و چیزهای پایه‌ای‌تر رو بیشتر آموزش بدید چون مخاطبش در حال حاضر برای یوتیوب فارسی بیشتره.
برای انگلیسی قضیه خورده متفاوته، چون اونجا تعداد کانال‌ها بسیار بسیار زیاده و از 10-15 سال پیش خیلی دارن تولید محتوا میکنن. هر چقدر موضوعی که انتخاب میکنید خاص‌تر باشه، احتمالی که بتونید رشد بکنید بالاتر میره. یعنی برید دست بذارید جایی که هنوز کسی به اون شکل براش ویدیو تولید نکرده. ولی برای فارسی اینجوری نیست. یوتیوب ما هنوز خیلی نوپاست، به همین خاطر مباحث پایه معمولاً مخاطب بیشتری در حال حاضر روی یوتیوب فارسی داره. اگر برید چیزای خیلی خاص رو انتخاب بکنید، احتمال اینکه موفق باشید خیلی کم میشه. این رو هم بهش توجه بکنید. چیز دیگه که بچه‌ها خیلی توش مشکل دارن تیتر و تامنیله. به جرئت میتونم بگم 95% کسانی که بهشون مشاوره دادم تیتر و تامنیلاشون بسیار بد بوده. یعنی عکاسی ها اصلا عکاسی خوبی نیستش، تیتراشون رو درست نمی نویسن، متنی که روی تامنیل نوشتن متن واضحی نیستش، جلب توجه نمیکنه، ایجاد کنجکاوی نمیکنه. ببینید به طور کلی برای تامنیل شما باید سعی کنی که تا جایی که میتونی روش متن ننویسی یا بسیار بسیار کم بنویسی. تامنیل شما بیلبورد شماست، قرار جلب توجه کنه، آدما ببینن و بخوام بیان روی ویدیو شما کلیک کنن، ویدیوتون رو تماشا بکنن. پس هر چقدر ساده‌تر و قابل فهم‌تر باشه بهتره. روش تومار ننویسید. 3-4 تا کلمه یه چیز کوچیک اگر بذارید کفایت میکنه. اگر میتونید اون موضوعتون رو با یه عملی نشون بدید داخل تامنیل، اون اولویت داره به نوشتن متن. ولی برای بعضی چیزا نمیشه، مثلا آموزش من مثلا میخوام بگم چجوری تنظیمات کانال رو انجام بدید، اینو من چجوری تو اکشن نشون بدم، مجبورم براش متن بنویسم. ولی سعی کنید متنتون خلاصه باشه و هیچ ضرورتی هم نداره که متن تامنیلتون با متنی که توی تیتر می‌نویسید یکی باشه. میتونه نوشته‌هاش کاملا متفاوت باشه. مورد بعدی که بچه‌ها دقت نمی‌کنن اینه که فونتی که استفاده می‌کنن مناسب فونت روی تامنیل نیستش. سرچ کنید، خیلی ساده است. فونت مناسب تیتر توی گوگل سرچ کنید، حتی میتونید بزنید فونت رایگان مناسب تیتر که چیزهایی پیدا بکنید که رایگان باشه. اگر نمیخواید بخرید، حتی اگرم بخواید بخرید قیمت 200-300 هزار تومان، رقم خیلی بالایی نیستش. یه فونت رو تهیه کردن که یه فونت خاص باشه که خودتون همیشه ازش استفاده بکنید و اینطوری نباشه تو هر تامنیل از یه دونه فونت جدید استفاده بکنید. من حتی دیدم بعضی از افراد روی یه دونه تامنیل با 3 تا فونت مختلف نوشتن. شما روزنامه میخری، توش هر تیتر رو با یه دونه فونت نوشتن نکردن. هر روزنامه یه دونه فونت رو انتخاب میکنه، سالها از همون استفاده میکنه. شما باید همون جوری باشید. فونتی انتخاب بکنید که مناسب تیتر باشه، ضخیم باشه و به کانترستش توجه بکنید. متنی که می‌نویسید روی تامنیلتون باید با بک‌گراند تفاوتش زیاد باشه. مثلا با سفید رو مشکی بنویسید، یا جایی که تصویر تیره تره با متن سفید بنویسید، یا اگر نیست خودتون برای متنتون بک‌گراند اضافه بکنید. مثلا با سفید روی مشکی بنویسید، با سفید روی قرمز بنویسید، با مشکی روی زرد بنویسید. این چیزایی که جلب توجه میکنه. ولی حال دادن و یه سری کارهایی که بچه‌ها میکنن که خاناییشو کم میکنه اصلا چیز خوبی نیست. برای تیتر هم باید تیتراتون جوری باشه که آدما رو کنجکاو بکنه روی ویدیو شما کلیک بکنن. من به دوستانی مشاوره دادم تیتر ویدیویی که نوشته، حالا جسارت نباشه، منظورم نیست که بخوام کسی خراب بکنم، این دوستان از من کمک خواستن که من راهنماییشون بکنم. اینجا صرفا به عنوان مثال عرض میکنم. یه دوستی آموزش موزیک میداد، تیتر ویدیوش این بود: جلسه سوم تمرین، یا تمرین جلسه 3 شو تو پرانتز گوشت. خب الان شما جای من باشید ترغیب میشید روی این کلیک بکنم ببینم که مثلا محتوای این ویدیو چیه. باید تیتر شما جوری باشه که آدما رو ترغیب بکنه که بخوان روی ویدیو کلیک کنن. برای این کار میتونید از چیزهای عدددار استفاده بکنید. مثلا بگید 3 راه رسیدن به موفقیت، 5 نکته‌ای که یوتیوبرهای تازه کار باید بدانند. اینا چیزایی که توش عدد داشته باشه، چون میتونید تقسیم بندیش هم بکنید، خیلی خوب جواب میده. چیزایی که ایجاد ضروریت بکنه، مثلا این داده ها رو اگر ندانید روی یوتیوب شکست میخورید. این باعث میشه که طرف احساس ضرورت کنه که باید این ویدیو رو نگاه کنه، یا ایجاد ترس بکنه توش. مثلا همین مورد، اگر این موارد رو استفاده کنید کانالتان پاک میشود. این خب همون ترس رو تو آدم‌ها ایجاد میکنه که چه چیزهایی هستش که من نمیدونم و اگه انجامش ندم امکان داره کانالم پاک بشه. تیتر و تامنیلتون باید اینجوری باشه که براتون توضیح دادم. اگر این نکات رو رعایت بکنید خیلی شانستون بیشتره و قبلا هم گفتم بیش از 80% پتانسیل ویدیو شما همون تیتر و تامنیلشه. اگر بهترین ویدیوی دنیا رو درست بکنید ولی ویدیوتون جوری نباشه که مردم کنجکاو بشن روی تیتر و تامنیلتون کلیک بکنن، هیچ وقت اون ویدیو شانس دیده شدن پیدا نمیکنه. پس تیتر و تامنیل باید براتون تو اولویت باشه. اول اون رو درست کنید، بعد برید سراغ بقیه چیزا. یه چیز دیگه که بچه‌ها بهش توجه نمیکنن آمار average view duration یا average percentage view، که آقا کسی که اومده تو ویدیو من چند درصد از ویدیو من رو نگاه کرده، اگه ویدیو من 10 دقیقه چند دقیقه‌شو نگاه کرده. این خیلی مهمه، خیلی مهمه.
هر ویدیویی که میذارید باید برید 3-4 روز بعد این آمار رو چک بکنید و همه سعی شما باید این باشه که این عدد رو هی ببرید بالاتر تا بتونید نتیجه خوب روی یوتیوب بگیرید. در غیر این صورت هیچ شانسی ندارید. من الان برای کانال خودم یه نمونهش الان براتون روی صفحه میذارم. برای موضوع آموزشی چیزی که یه خورده تخصصی تر میشه برای من چیزی حدود 25-6%. برای موضوعات مربوط به یوتیوب میانگینش 35%، ولی من از 25% تا 47-8% این آمار رو دارم. یعنی کسی که ویدیو منو نگاه میکنه برای بعضی از ویدیو از هر 2 نفر تقریبا 1 نفر تا ته ویدیو رو نگاه میکنه. یعنی آمار نزدیک به 50 48.5 هم من توی آمارم داشتم. باید سعی کنید عدد رو بالا ببرید. من از دوستانی که بهشون مشاوره دادم سوال میپرسم، میرن آمارشون چک میکنین عدد 10% 12%. این خیلی بده. باید سعی کنید ریتم ویدیوتون جذاب بشه که آدما دوست داشته باشن ویدیو شما رو نگاه کنن. برای این قضیه من قبلا ویدیو ضبط کردم که چجوری ریتم ویدیو رو جذاب‌تر بکنم که مردم دوست داشته باشن بخش بیشتری از ویدیو رو نگاه بکنن. یه مورد دیگه که باعث سوء برداشت شده بین بچه‌ها اینه که اگه ویدیو زیاد بذارم کانالم زودتر مانتایز میشه. نه آقا، این اشتباهه. من چند تا ویدیو تو کانالم دارم، این باعث سوء برداشت شده. تو یه سری از ویدیوام من گفتم که شما 50 تا ویدیو اولی که درست می‌کنی آشغاله، و توی یه ویدیو دیگه که منتشر کردم لینکش همین بالا براتون میذارم که آماری که تو بادی اعلام کرده که کانالایی که مانتایز شدن به طور متوسط چه تعداد ویدیو داخل کانالشون دارن. این دوتا باعث شده که بچه‌ها اشتباه برداشت بکنن. یک فکر میکنن که باید آشغال تولید بکنن. نه، من منظورم این نبوده. اگه گفتم ویدیو اول شما آشغال میشه برای اینکه شما تجربه ندارید، کار کردن با دوربین بلد نیستی، با نور بلد نیستی، جلو دوربین ارائه دادن بلد نیستی، ادیت کردن بلد نیستی، خود پلتفرم رو نمیشناسی، تامنیل بد درست میکنی، تیترتو بد مینویسی. 50 تا ویدیو باید درست بکنی تا دستت را بیفته بتونی تو این شبکه کار بکنی. الان شما بخوای بری یه ساز موسیقی یاد بگیری از روز اول میتونی عالی بزنی؟ نه، باید 2-3 سال زحمت بکشی تا کم کم یاد بگیری. به همین خاطر 50 تا ویدیو اول حتی اگر سعی هم بکنی خوب در نمیاد. من منظورم این بوده. اتفاقا شما برای همه ویدیوهات باید نهایت سعیتو بکنی که با بالاترین کیفیت ممکن ضبطش بکنی. فقط منظورم این بوده که مثلا شما 2 تا نصف روز برای ضبط ویدیو وقت خالی کردی برای یوتیوب، تو یکیش ویدیوت ضبط می‌کنی، تو یکیش ویدیوت ادیت می‌کنی. هم زمان ضبطت هم زمان ادیت، تمام سعی شما باید این باشه که هر سری که ویدیو ضبط می‌کنی به نسبت ویدیو قبلی یه چیزی رو بهتر کرده باشی. کم کم شما تولید کننده محتوای بهتری بشید، نه اینکه آشغال تولید کنید بذارید تو کانال و بگید که تعداد ویدیو زیاد میشه و ما مانتایز میشن. اون آمارم که بر تو بادی اعلام کردم دقیقاً منظور همینه. کانال هایی که 100 تا ویدیو دارن کم کم بعد از 100 تا ویدیو یاد گرفتن چجوری تولید محتوا بکنن، نه که 100 تا ویدیو بذاری حتما مانتایز بشی. یه تحقیقی انجام شده، آدما رو 2 گروه کردن. به یه گروه گفتن که شما کوزه سفالی درست بکنید هر روز یه دونه برای مدت 1 ماه. به گروه دوم گفتن شما 29 روز تحقیق بکن، روز 30 یه دونه کوزه درست بکن. بعد اومدن کوزه ها رو با هم مقایسه کردن که ببینن گروه اول که 30 تا کوزه ساخته، هر کوزه تو 1 روز تو زمان کم، اینا کوزه‌های بهتری درست کردن، یا گروهی که بعد از 29 روز تحقیق کردن فقط 1 کوزه درست کرده. نتایج نشون میده همه کوزه‌های خوب از گروهی بوده که 30 تا کوزه درست کردن در طول ماه. چرا؟ چون تجربه کسب کرده. خب اینم به مرور شما وقتی ویدیو درست میکنید تجربه کسب میکنید. شما این تجربه رو نیاز داری. با نگاه کردن ویدیوهای من، خرید دوره، کتاب خوندن شما یوتیوبر نمیشید. باید بیاید ویدیو ضبط بکنید، تجربه کسب بکنید، بعد از اون میتونید ویدیوهای با کیفیت درست بکنید. پس اینکه گفتم ویدیو تو آشغال در میاد 50 تا اولش یا 100 تا ویدیو درست بکن بعداً بگو که اصلا بازیت میگیرم یا نه، برای همین قضیه شما قراره تجربه کسب بکنید. این تیکه حرف مستر بیست رو هم ببینید. If you have sub 1,000 subscribers, like there's a good probability your videos just suck. They just do. And you need to make hundreds of videos or 100 videos. I don't know, depends on the difficulty of your videos. Improve something every time and just like get to the point where they don't. When you make good content, you'll blow up. It's not the algorithm. It's not anything. It's just like me and most people who are in my position, you just make terrible videos. And that's okay because you got to make a bunch of videos and improve over time to be great. Like you don't just pick up a baseball and become an MLB level athlete within a year. You know, it takes many years, and YouTube's kind of the same way. مستر بیست هم دقیقاً همینو گفت. شما ویدیو زیاد درست بکن و سعی کن تو هر ویدیو یه خورده بهتر بشی، کم کم خودت تولید کننده محتوای بهتری میشی و به خاطر اونه که رشد میکنی، نه که 100 تا ویدیو داشته باشی الگوریتم بیاد شما رو به بقیه پیشنهاد بده. خب اینا نکاتی بود که به نظر من مفید بود و میتونست بهتون کمک بکنه. بازم ویدیوهای به این شکل ضبط میکنم و داخل کانال میذارم که بهتون کمک بکنه. آمار یوتیوب هم بحث خیلی مهمیه، حتما باید باهاش آشنا باشید و بتونید تجزیه و تحلیلش
تحلیلش بکنید. اگر زیاد باهاش آشنا نیستید پیشنهاد می‌کنم ویدیو رو نگاه بکنید. توی این ویدیو توضیح دادم که یه سری آمار رو چجوری تحلیل بکنیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم ویدیوی بعدی بهتری بسازیم و نتیجه بهتری بگیریم. خدا نگهدار.